عزیز چهره خیلی جالب که همه شما خوب میشناسید. کی رو یافتی؟ در چند لحظه نبودنی من؟ نیسو خانم. منیره حکیمова. شما پیشواز گیرید، من آماده میشوم. مرحبا. منیره حکیمова چهره نمایان تلویزیون و سینمای تاجیک. السلام علیکم. نظم شما. معلم سالانه میلادی مبارک باشد. نور دیده تاجی سر. مرحبا معلم عزیز. شما دیدید که شما امروز وقتی خود دریغ نداشته اومدید. در برابر همه چهره‌های نمایانی که امروز مهمون سفینه بودن و طریق شبکه ما هموطنان رو تبریک کردن، ما جای شما رو خالی دانستیم. گفتیم که حتما شما هم باید باشید. تشکر. سزاواری باوری شما شدم. همین سیری زیبایی شما در چیست که امروز از در آمدید؟ راستی جای پنهانی نیست. بسیار در حیرت موندم معلم. همین خیلی زیبا، همین خیلی من نمیدونم یک نور. سیرش در چی؟ تخمین جان، من باوری کامل دارم که هر یک شخص ایجادکار، هر یک بخشش. من این خیلی سوالی من ندادم. سوالی من ندادم. من خواستم یک سوال من جواب من شکو کردم، گفتم فکر کردم. معلم جان سوال من به جواب داد. سیری زیباییتون. تخمین جان، من باوری کامل دارم که هر یک شخص ایجادکار، هنرمند با خود نور دارد، زیرا که همون استعداد شد. معلم یک بار دیگه سیری زیبایی شما در چیست؟ تخمین جان، من باوری کامل دارم که هر یک شخص ایجادکار، هنرمند با خود نور دارد، نوری که همون خدای مهربان برایشان استعداد را نصیب می‌بیند و این نور را برای مردم باید که ما افشاگر باشیم، نور پاشیم، صنعت خود را، هنر خود را، استعداد خود را به مردم تقدیم نماییم. و گمان میکنم که هر یک شخصی که در این جاده دست میزند، کار میبرد، با هم باطناً هم ظاهراً باید پیش از همه زیبا باشد. معلم، سوال اساسی که اینجا شما دعوت شدید، تمنیات شما در سال نو میلادی و تمام مردم شریف تاجیکستان چی است؟ من گمان میکنم که سالی که سپری میگردد سال پربرار بود، سال پر از هنر، سال پر از نتیجه های بزرگ ورزشی، سالی که فیض آورد، برکت آورد به خاندان مردم. و در آمد سال نوین باز مردم امید و آرزوهای شیرین میکند و دست به دعا میبرد که در خاندانش بیش از همه آرامی و آسایشتگی، سیری و پوری، بخت و سعادت حکم فرما باشد. پس خجسته باد قدوم مبارک سال نو میلادی. سلامت باشید. تشکر معلم. یک سوال دیگر من داشتم. معلم جان، تمنیات شما برای سال 2014؟ خود گفتم که این چی بود؟ معلم میگم این دیوانه شده است. تمنیات شما این چی بود؟ تمنیات شما برای مردم شریف تاجیکستان. بگذارم اقبال امید و آرزوهایشان بالافشان باشد، بالافشان نه از نمتید سلام. تمنیات شما در سال 2014 به مردم شریف تاجیکستان. بیش از همه خوشبختی، آرامی و آسایشتگی هر یک خاندان و همون امید و آرزوهایی که در دل داریم که تاجیکستان ما باز هم قدم‌های استواری خود را در عرصه بین المللی گذارد و امروز شکر زندگی، شکر رهبریت دولت که در حیات سیاسی تاجیکستان باز یک پیغام های نیک به عمل آمدن، یعنی که ما را بشریت جهان شناختن و به چندین پدیده های نیک سیاست خارجی تاجیکستان پیشنهادهای بچه خیلی میکنه تو طلب شد هیچ نیست اونجا. تمنیات شما در سال نو میلادی؟ پیش از همه آرامی و آسایشتگی، بخت و سعادت هر یک خاندان تاجیکستانیان و آن امید و آرزوهایی که مردم در دل پروریدن، خدای مهربان برایشان عملی گرداند و هر یک مردم سالم فکری که هم دیار تاجیکستان آرزو دارد که تاجیکستان ما را همه بشناسند و در عرصه بین المللی اون قدمی که گذاشتن سال تا سال ما را پذیرفتن و به ما نیز بها دادن. یک سال دیگر من مسئله آخری تمنیات روزه شما بود. این
چو این خیلی؟ به جدی سوال کرد تمانیت توزه شما اینش توزه نبود چیرتینش بود مالا جان تمانیت شما این چی برنامه؟ تمانیت برنامه تون چی برنامه؟ برنامه اساسی تلویزیونی سفینه. تمانیت شما در سال 2014 با مردم شریف تاجیکستان بیش از همه آمد سال نوین میلادی را به تمام مردم شریف تاجیکستان، کهندیار ما، پر از فرهنگ و معرفت ما، طبیعتا شاعر ما، خلق زیبای ما، بخت و سعادت، آرامی و آسایشتگی، سیری و کوری و اون امید و آرزوهای شیرینی که در دل دارند پروریده خدای مهربان همیشه عملی گرداند، بخت یاور و مددگارشان باشد و تمنای آن را دارم که تاجیکستان که قدم استوار خود را سال تا سال استوارتر میگذارد در عرصه بین المللی، انا همین نفوذ و شکوه و شهامتی تاجیکستان را از دست ندهند. سلامت باشید معلم. نه من فکر میکنم که سوال ها بس است برای که من میدونم که سوال شو باز چی سوال میگه تمانیت شما در سال 2014 خواهش میکنم معلم رسمی خودتون این کی به گل کی جایی ستند